این مناقشه در ولایت سمر روسیه رخ داد. در این نوار دیده می شود که صدها نفر راه را بستند و به سمت قزاقستان حرکت دارند. در یک آن واحد مرزبانان روسیه به جای حادثه حاضر شدند و با کلتک و سپرها ازدحام به شور آمده را پراکنده کردند. در جواب مهاجران به سوی مرزبانان سنگ هوا دادند. درباره جراحت برداشتگان خبری نیست. بعداً مقامات روسیه خبر دادند که ازدحام مهاجران را خود آرام کردند. مهاجران کاری چند ماه باز از ناچاری در نزدیکی مرز روسیه و قزاقستان روز گذراندند. در خیمه‌های خودساخت نزدیک گذرگاه‌های ولایت سمر و ارینبورگ صدها مهاجران کاری از قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به سر میبرند. در میان آنها پیرانسالان، کودکان و زنان حامله نیز کم نیستند. همه آنها یک هدف دارند: هر چه زودتر به زادگاه به محل زیست خود برسند. شرایط زیست مهاجران در این دشت‌ها خیلی طاقت فرسا است. ببینید در همین گونه شرایط مهاجران زندگی دارند. این خیمه را به شما کی داد؟ وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه. بعد چی گفتند؟ چقدر شما در اینجا خواهید بود؟ چی گفتند؟ حالا معلوم نیست، چیزی نمیگویند. برای از این هم بدتر نشدن اوضاع، حکومت‌های کشورهای آسیای میانه وابسته به امکانیت تلاش دارند شهروندان خود را بازگردانند. با این وجود در نزدیکی مرز روسیه و قزاقستان در ولایت سمر و ارینبورگ 1000 مهاجر انتظار عبور هستند. به گفته مقامات روسیه امروز حدودی 5000 شهروند قرقیزستان برگردانیده می شوند. به علاوه 500 نفر شهروندان ازبکستان هم می توانند به وطنشان بازگردند.